وزیر عدلیه ترکیه ایلماس تونج 2 فوریه سال 2024 در شبکه ایکس خبر داد که در رابطه به حمله خونین به کلیسای کاتولیکی در شهر استانبول 25 نفر از جمله شهروند تاجیکستان امیرجان خالقوف و شهروند روسیه دوید تندویف به حبس گرفته شدند. در جریان تحقیقات آغاز کرده دادستانی کل استانبول در رابطه به قتل شهروند تونچر جهان هنگام ادای نماز در کلیسای مری مقدس در نویه سریور شهر استانبول حکم حبس 25 گمانبر شونده صادر شد، از جمله حکم حبس امیرجان خالقوف و شریک او دوید تندویف که به عضویت در داعش و تیرباران شهروندان ایبدار می شوند. این 25 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و کشتار برقصدانه به حبس گرفته شدند. 9 متهم دیگر شرطاً آزاد کرده شدند. خبر داد ایلماس تونج. قبلا هم زادگان تاجیکستان و روسیه همچون متهمان اساسی در حمله به کلیسای استانبول نام برده می شدند، ولی در مطبوعات تنها حرفای اول نامه‌های آنها نشر شده بود. وزیر عدلیه ترکیه نخستین شده نام کامل هر دو متهم اساسی را نشر کرد. بررسی پرونده 34 متهم در حمله به کلیسا روز پنجشنبه 1 فوریه دایر شد. داستان حبس همه این 34 نفر را تقاضا داشت، ولی دادگاه در نهایت تنها 25 نفر را به حبس گرفت و 9 نفر دیگر با گرفتن زبان خطشان در مورد تا انجام تفتیشات ترک نکردن شهر استانبول جواب داد. به این 34 نفر بر اساس کودکس جنایی ترکیه برای عضویت در سازمان تروریستی از 7.5 تا 15 سال زندان و برای آنهایی که به واسطه در کشتار دست دارند حتی تا حبس عمرباد تهدید میکند. در عموم در چارچوب این پرونده 60 نفر دستگیر شدند. 26 نفر آنها را از ترکیه الکی اخراج کردند. تاجیکان مقیم استانبول میگویند اکثر افشودگان و اخراج شدگان زادگان تاجیکستانند. از جمله شماره زیادی از تاجیکستانیان را همان روز انجام حمله 28 ینور در منزل دستگیر کردند که از بخت بعدشان امیرجان خالقوف یکی از 2 متهم اساسی در حمله به کلیسا نیز در همین منزل با آنها یک جای اجاره می نشست. یادآور می شویم روز یکشنبه 28 ینور سال 2024 هنگام ادای نماز پیشین 2 نفر مسلح نقابپوش وارد کلیسای طولوی کاتولیکی مری مقدس شده بالای نمازگزاران تیر شدند. چند نفر تیر خورده شهروند ترکیه تونچر تورسون کشته شد. سازمان تروریستی در بسیار کشورهای جهان ممنوع دولت اسلامی مسئولیت حمله استانبول را به دوش گرفت. 2 گمانبر اساسی را خود همان روز 28 ینور دستگیر کردند. در همین حال رسانه‌های ترکیه درباره حمله به کلیسا و حملگران جزئیات نو را نشر می‌کنند. از جمله نشریه‌های ترکیه خبر دادند که یک بخش عظیم دستگیر شدگان هنوز ماه دکمبر سال 2023 می‌توانستند به دست بیافتند، ولی اون وقت خلاص خوردند. به اصطلاح نشریه متهمان اعضای داعش خراسان یک بخش سازمان تروریستی داعش است که اساساً در افغانستان و پاکستان مستقر شده است. پلیس استانبول قسمای جدا کرده هر دو پیستولتی را که در حمله به کلیسا استفاده شده بود پیدا کرده است. یکی از این تفنگچه‌ها هنگام حمله از کار مانده بود. لباس و نقاب‌ها را که حملگران آن روز پوشیده بودند نیز از قوطی‌های پرداخت پیدا کردند. حملگران از ماشین استفاده بردند که رقم‌های پولچه را داشت و هنوز 1 سال قبل به ترکیه وارد شده. این همه وقت استفاده نمیشد. این ماشین را بعداً در یک کنار شهر استانبول پیدا کردند. رسانه‌ها خبر دادند که کنسول پولشا در استانبول ویدولت لسنیاک و اهل خانواده او نیز در روز حمله در کلیسای مری مقدس حضور داشتند، ولی معلوم نیست که آیا هدف اساسی حملگران کنسول پولشا بود یا حضور او در کلیسا تصادف بود. نشریه دیگری ترکیه خلق تیوی درباره بیانات باز یک تاجیکستانی دیگر در چارچوب این پرونده دستگیر شده نکات جالبی را نشر کرده است. به اطلاع این نشریه عبدالموسر گلبایف 46 سال داشته اشتراکچی جنگ شهروندی در تاجیکستان است و سال 2006 در ترکیه به سر میبرد. گلبایف را سال 2016 به دلیل عضو داعش بودنش از ترکیه اخراج کردند، ولی او توسط ولایت کوهستانی و غیر قانونی به اینجا برگشته است. گلبایف را سال 2017 از نو دستگیر کرده این دفعه به مصر اخراج کردند. او از آنجا به اوکراین و سپس به قرقیزستان رفته باز هم به ترکیه برگشته است، ولی این دفعه با شناسنامه قلبکی. بعد بازداشتش گلبایف درباره 2 هموطن خود بیان داده است. یکی از آنها با نام دلبشو رستم و به گفته گلبایف گویا یک پیستولت خریده بود، ولی آن را قبل از بازداشتش در یک جنگل در منطقه استانبول پنهان کرده است. نفر دومی که مفتشان از گلبایف درباره‌اش
پرسیدند عبدالکریم عبدالله نام داشت. در بین جنگجویان با لقب بلال معروف بوده است. او را در وقتش نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر کرده 1 سال در حبس نگاه داشتند، ولی از تاجیکستان بودنش را اثبات کرده نتوانستند و مجبور شدند که همچون افغان جوابش دهند. گلبایف گفته است که عبدالکریم عبدالله و عبدالقادر ماشریپوف یک زاده ازبکستان که شب سال نو 2017 در یک کلوب شبانه استانبول 39 نفر را کشت، در افغانستان در یک اردوگاه تروریستان و زیر رهبری یک استاد تعلیم گرفته بودند. گلبایف همچنین بیان داده است که گویا عبدالکریم عبدالله 4 اتومات کلاشنیکوف، 40 مگزین و چند پیستولی دارد. گلبایف به مفتشان همچنین درباره یک زاده آذربایجان با لقب انس معلومات داده. او را یک آدم مهم داعش نام برده است. انس در ناحیه پندق استانبول شیرفروش بود، ولی در اصل یک مورد مهم سازمان تروریستی داعش به شمار می رود و امر دستورهای رهبران داعش و همین طور پول و وسایل برای انجام عملیات‌های آن در استانبول فرستاده می شد.